از شهید غفور جدی اردبیلی بالاخره جامسنگ نام بردن. خب جزو خلبان‌هایی بود که در واقع مرحله آخر تصفیه‌اش هم انجام شده بود از ارتش. در واقع بهشون گفته بودن که باید از ارتش برید بیرون و جنگ شروع میشه و ایشون میگه که من با هزینه بیت المال رفتم آموزش دیدم که برای همین روزها برمیگرده. حالا یه عزیز یه نیروی هوایی برای من تعریف میکرد چند سال پیش که ایشون حتی پیاده نمیشد از هواپیما که آلرت بعدی در واقع مأموریت بعدی زودتر بپره بره. ببینید این در واقع انسان بسیار بزرگی بود که جونش رو در واقع برای دفاع از کشورمون گذاشت و خب روشن شاد باشه. از این نوع در واقع حماسه آفرینی ها، فداکاری ها خیلی توی کتاب بیان شده. خب اسم شهدای دیگه هم هست، مثلا ما از ستاد جنگ های نامنظم شهید شمران اینجا در واقع جامسنگ بهشون اشاره میکنن. خب از شهید فکوری میگن. بالاخره اتفاقاتی افتاده، این اسامی در بطن اون اتفاقات. درسته.